مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام دهم نوامبر سال 2022 در دو صدمه نقلیاتی در ولایت سوخت 3 نفر به هلاکت رسیدند. در حدود جماعت اسفسار نویای باباجان غفوروف یک ماشین اوپل 2 زن پیادهگر را زده کشته است و در جماعت میراباد نویای 8 ماشین BMW در خر عرابه برخورده باعث مرگ زن عرابه شده است. یک روز از این پیش بر اثر به مرکب برخوردن و سپس چپه شدن یک ماشین اوپل در نویای ووسه یک مسافر این ماشین جان باخته بود. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی شام دهم نوامبر سال 2022 تخمینه ساعت 17:40 راننده ماشین تمغه اوپل ویکتور قربایف مومنجان سال تولدش 1988 ساکن نویای باباجان غفوروف هنگام حرکت در راه ماشینگرد باباجان غفوروف کان بادام در حدود جماعت دهات اسفسار به خطری حرکت را تامین کردن نتوانسته پیادهگردان گدای و بشارت سال تولدش 1959 و گدای و مسلمه سال تولدش 2003 ساکن نویای مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگردان گدای و بشارت و گدای و مسلمه جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. همان شام دهم نوامبر سال 2022 تخمینه ساعت 18:30 راننده ماشین تمغه BMW عبیدالله صایب‌الله سال تولدش 1989 ساکن نویای 8 هنگام حرکت در راه ماشینگرد 8 خوجند در حدود جماعت دهات میراباد نویای مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده خر عرابه را پخش نموده است. در نتیجه صاحب خر عرابه نبی و آرزو سال تولدش 1980 ساکن امین نویه جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. در روز آخر این هلاکت دومین صدمه نقلیاتی مرگاور با اشتراک مرکب‌ها در راه‌های تاجیکستان است. قبلا وزارت کارهای داخلی خبر داده بود که شب 9 نوامبر سال 2022 تخمینه ساعت 22:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا اکابرزاده احمدین سیمیردین سال تولدش 1991 ساکن نویای فرخار هنگام حرکت در راه کلان ماشینگرد نویای ووسه با سرعت بلند حرکت نموده از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده با قسمت پیش افت مرکب را زده یک چند مرتبه توپ خورده چپ شده است. در نتیجه مسافر افت ماشین مذکور حافظ عزت الله سال تولدش 1992 ساکن نویای فرخار جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. تنها در یک هفته آخر در 9 صدمه در راه‌های تاجیکستان دست کم 14 نفر جان باختند، 9 تن دیگر جراحت برداشتند.